سلام صاحب خونه. هی سلام مارکوس. رابرت خوش اومدی به تایلند. پروازت خوب بود؟ آره اوکی بود، مهم نیست. یه ذره جت لگ شدم، درست نتونستم بخوابم. اوضاع همسایه‌ها چطوره؟ همسایه‌هات خوبن اینجا مارکوس؟ یوه بابا یه مش چاقالن. زشت مارکوس، نزن این حرفو، مؤدب باش. گبورا بله مارکوس یه دقیقه صبر کن، من چمدونم بردارم بیارم. این داداشت رابرت. چی؟ داداشم؟ هلو نجورسن. من خوبم. این مارکوس اسمش چیه؟ اسمش گدوخه، سرخیو گدوخ. مارکوس این چه اسمیه برای بچه گذاشتین؟ پس فردا میره تو مدرسه اذیتش میکنن. این چه کاریه آخه؟ گدوخ آینده بچه رو رسما خراب کردی با این اسم مارکوس. نکن بابا. چه؟ ای جان گیو می ا کیس. گدوخ خودمی. مارکوس میشه به من توضیح بدی اینا کیان؟ این همسرمه. سلام من ننتم. مرتیکه گرومساق. خواهرت تو راه رابرت. نظرت چیه؟ والا نمیدونم چی بگم، حقیقتا پشمام ریخته. این کیه اینجا؟ این سکینه است. کینه؟ سلام، از آشنایتون خیلی خوشبختم. سلام. سکینه تو واقعا خوشگلی و کاملا هم صورتی، چه جالب. چه خبره بچو؟ این منم خارکوس. گگیر گتمه. آی نزن، برای چی میزنی؟ نزن گرومساق نچسبه. نزن. شیرین اسکال مارکوس، پلش نزن. داشت تلخه. مثل اینکه دعوا خانوادگیه، من باید سریعتر بپیچم به بازی. مارکوس ولی نکشش لطفا، باشه؟ اوکی من رفتم. چاقال باید ادب میشد. این کی بود؟ برادر زنم.